خوب دوستان عزیز، باز یک مسئله دیگر است. اینجا خیلی با من نوشته میکنن که آیا این لهجه که امروز سخن میرانید آیا این بخاراگی هست؟ با یک کسانی دیگر هستن که از کشور همسایه ما نوشته میکنن دایرکت که ها 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 این زبانی که تو گپ میزنی یا لهجه ای که بخاراگی نیست. خب بیاید من باش ما یک تا گفته میروم، یک تا ایزاه داده میروم. اگر که من حاضر به لهجه خودم سخن برانم، کسانی که در افغانستان هستن نمیفهمن، یا که شاید بفهمن، شاید پنشیری یا بدخشان خیلی خوب میفهمن. خب پسان اگر که من حاضر کلان با فارسی اصل کوشش کنم گپ زدن، انا امروز گپ زدگیم است دیگه. چی میخواستید؟ در بینش روسی نیست، در بینش دیگر زبان فرانسوی نیست، در بینش انگلیسی نیست. کوشش میکنیم نباشد. یعنی اگر که ما کوشش کنیم در بینش چیزای بیگانه، واژه‌های بیگانه از بینش گرفته هاتیم اون طرف، ترکی نیست مثلا، یعنی همین تو یک زبان خوشرو، یک لهجه خوشروی پیدا می شود نو. خب اگر که من امروز با شما دقیق به یک لهجه کدام شهر کشور گپ بزنم، دیگران نمیفهمم. به همین خاطر وقتی میگویم که من از کجا هستم و کی هستم، کدوم در اینجا دروغگویی نیست. فقط کوشش کنید منطقا فکر کنید. وقتی حرفای منو گوش میکنید، برآمدهای مهم به همین خاطر است که یکمین نوبت مردمان شهر کهن من باید کدوم ترسی نداشته باشند در نزد کامera آمده به زبان خودش گپ بزند و کوشش های ما کارم داده است تا امروز که آخری 10 سال که همین قدر کوشش کردیم، در هر جا بودیم در اینترنت کم کم مردم برآمده ایستاده این و از ترسی به زبان مادری سخن کردن دیگه دور شدیم. و باز برآمدهای ما معنیش این است که با تاجیکان دیگر طرف اتفاق داشته باشیم. از بس که ما در بین خود اتفاق نداریم، متاسفانه در هر جا دیگه کمکمون کم است. یعنی در هر جا پایین میرویم. فهمیدید؟ این قطر جنگ کرده، آدماتون مردنش، شما قهرمان شدید، خلاص نیست. همه پراکنده 4 طرف رفتگیش چی فایده است؟ و همین خاطر یکم یک زرنگ شویم، عقل کار فرمانیم. خوب از یا بد است، یکم نوبت به زبانمون، یعنی همین که فرهنگمون رو دست بگیریم. وقتی میگم فرهنگ بنیاد همه چیز است در این دنیا، شت و خیز است. خوب عنعنه های ما، رسم و آیین ها ما دست گرفتن است، خیلی چیزها است. انا مرحمت ما در آلمان هستیم، در اینجا هم خودمون ما گم نکردیم، اما ما چی میگن کدوم فناتوی دین نبودیم، ما اینو بزرگ نکردیم کلان دینی باشیم و شب روز ما دگوشم دین نخوندیم. مثلا همین تو یک آزاد مردم که بزرگ شدیم، دینم در جایش، دین در مسجد بود، مثلا در خانه ما فرهنگ بود، در بیرون خانه ما خورسندی خوشحالی بود، مردم از بودنش که انسان راضی بود. ما همین تو بزرگ شدیم، با مردمان گوناگون بزرگ شدیم. وقتی نام یهودی بگیرم ترس دارید، میگریزید. درست ما با همون بزرگ شدیم، چیکار کنیم؟ آدمای بدی نبودن، ما با اونا بدی نکردیم، اونا با ما بدی نکردن. مثال وقتی میگه ما با روسا بزرگ شدیم، میگید روسا شما در این احوال افتاندن، چیکار کردن؟ ما چیکار کنیم؟ ما جوانا مجبور نیستیم در این چیزای گذشته انجام دادیم جواب بدیم. خب وقتی میگه ما با ترکا هم بزرگ شدیم با هم، با اینم گپ دارید، میگید که چی ترک شده تو خودتون از دست شما، یا از کجا میدونید؟ فکر میکنیم شما خودتون امروز خودتون از دست دادید. خب گپ صاحبش پیدا میکند. در شما گفتنی هستم که لطفاً یکم نوبت به همون کسی که هستید همون باشید. دویم نوبت به دینی اگر دارید در خانهتون، در مسجد داشته باشید، در کنج قلبتون داشته باشید، نه با دهانتون. لازم نیست عکس بگیرید که شما در کجا رفتید، عکس میگیرید که نماز میخونید. این چیزا همش دروغ است.